یه شغل عجیب که تا حالا نشنیدید. میدونستید افرادی هستن که با فروش اسپرم یا تخمکشون درآمدهای بالا دارن؟ کننده ها الان مبلغی که میگیرن از 15 میلیون شروع میشه تا 20 میلیون تومان. خب قیمت بالاتر معموله. تو فضای مجازی آگهی‌هایی دیده میشه از خریداران و فروشنده های اسپرم و تخمک. افرادی که مشکل ژنتیکی دارن یا اسپرم و تخمکشون بارور نیست، برای بچه دار شدن نیاز به اهدا دارن. موضوع از جای عجیب میشه که بدونید اینجا هم بازار شکل گرفته و یه عده با فروش ژنشون و یه عده دیگه با دلالی تو این بازار در حال کسب درآمده. اهدا کننده رو سیکل دارو میره، دارو مصرف میکنه، 14 پریود اهدا کننده تخمک کشی میشه. هزینه معرفی شما چقدره؟ هزینه معرفی اهدا کننده 4 میلیون تومان. و جالبه که ظاهر اهدا کننده هم میتونه تاثیر زیادی تو قیمت داشته باشه. مثلا اگه بخواد چش رنگی و قد بلند قیمتش چقدر در میاد برای ما؟ مثلا میاد 25 تا 40 میلیون فقط اهدا کننده میگیره، بعضی موارد 55 میلیون تومان میگیره. درست. اهدا کننده معمولی گفتم میگه همون 15 تا 20 تومان میشه بهتون معرفی کرد.